با سخن بسیار پرمحتوا با اندیشه‌های سلیم با آن احساس گرم و محبتی که به وطن عزیز دارد مردم را باز از سرجم نماید و مردم درباره دوستی و وحدت سخن گوییم و مردم را برای آنکه باز هم تاجیکستان را دوست دارد تشویق نماید. از این نقطه نظر باید به چند مسئله توجه کنید. پیش از همه این نکاس نمودن مسئله وحدت ملی و در زمینه کنسیپس وحدت ملی حقیقی اندیشه یا واقعی ملی. امروز وقتی آن رسیده است که ادیبان محترم ما و مسئله غایه ملی یا اندیشه ملی توجه بیشتر ظاهر کنند. در آیین‌نامه دو ثبت شده است که رئیس اتفاق نویسندگان گزارش‌دهی پوشیده انتخاب کرده شود. آیین‌نامه را همه انجمن تصدیق می‌کند و انجمن حق دارد استثناها وارد کند و تغییرات وارد کند. بنابراین از بس که الترناتیو نیست رقیب نیست، من پیشنهاد می‌کردم که رئیس رو از طریق گزارش‌دهی شده انتخاب کنیم. گذشته برای اینکه رئیس گزارش‌دهی شده پیش انتخاب کرده شود، خواهش می‌کنم آواز بدهید. زیر بی‌طرف نیست. اکنون کسانی که طرفدار و وظیفه رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان انتخاب شدن نظام قاسم هستند، خواهش می‌کنم آواز بدهید. تشکر. زیر بی‌طرف نیست. مبارک باشد. انتظاری دیگه من معجزه انتظار ندارم از هیچ کسی دیگر. هر کاری که خودم میتونم میکنم، با اینا دیگه کار ندارم. یک مسئله دیگر که امروز بسیار انتقاد میکنن که با عضویت همین اتفاق بسیار جوانه میگیرن که اونقدر نالایق هستن، مثل که پیش استاد لایق و اینا بسیار با طریق یک سنزوری بزرگ میگذاشتن. امروز این چیز ساده شده است. شما با این چی نظر داره؟ این چیز پیش از اون به خاطر اون که استاد میرزا ترسونزاده رئیس بودن، من معاون اون کس بودم، جانشینشان بودم در پهلوشان. همه وقت ما آدمای دلسوز بودیم، میخواستیم که فرصت فرا رسیده است که ادبیات نوتر کنیم، شعر از اون چیزی که استاد عینی گفت، استاد لاهوتی گفت، استاد ترسونزاده گفت باید نوتر باشد. برای همین نیت که من بود معاون همون کس. من گفته هر کسی که استعداد داشت امون میخپیدم آورده بهم میکردم، در مقامش میرساندم، میگفتم این طرفش آزاد رو دیگه. این گونه وضعیت نیست؟ نه، این گونه خواهد میخواهند که اون وقت نظام شوروی این خیلی بود که هر کسی که در دست میگرفت تربیه میکرده از بالان دستگیری میکردن. آدمی معتبر و معتمد او بارگاه حزبی باید به همون کس باوری میداشت که اونها را دستگیری کنید و نیستشون نکنند. باز انا این است، باید اونها حمایت کردن در کار تا مقام برساندن در کار. دوشایش چاپ میکنید، نه
تو در مقامش رو سوار کرده ماندن در کار میگویی که آزاد رای سفید. شاید همین سبب شده باشد که امروز اثرهای امروزه اونقدر خواننده ندارد دوستان. همین هم هست. همین هم هست. یعنی سبب‌های اساسش اما چیست؟ سببی اساسیش نظام پهن کردن این کتاب از بین رفت بعد از فروپاشی شوروی. تاجیک مطلوبات 5-6 ساختاری بود که کتاب میبردن میفروختن پهن میکردن در شاخ و دیه ها همه جا. اما نظام شکست است. آدی ساختن نتونستن همون. کتاب میبرید کی وای میبردن بفروشند؟ کجا میبری نیست.